مثلا شرایطی باشند که آنها مثلا به طور ممکن به طور عربی جوابگو باشد، مثلا به طور همون چیزا مثلا که بیهوده زدن به طور ممکن زدن هم در کار است، نه که به طور اینه که مثلا تو درجه کشتن این آدمگری هم نیست. تو درجه که مثلا زدن که در بیاودونه که خیلی اینوالید و طور یکو شکستن خیلی سه نیست با اینجا. خدمت باید خیلی درسته. شرایطش باید که همه جهت مهیا باشد. اگر مثلا از همه جهت خورد و خوراک از طرف مقصد یک مثلا اگر ورزش همه جهت مثلا مهیا باشد، اگر همه جوانان مقصد همو دیگه همی داده میشن همون چیز اگر وقتی که او خدمت کرد اومد مثلا در اینش گفت که ما همه خیلی شرایط مهیا هست یوشان دیگه ذوق میشن بعد خود مکتب که بعد خود دانشگاه برای چی با خودش خدمت میکنه. از سال 60 تا 63 خدمت کردگی نه که من پسر ندارم دختر دارم. شرایط احمد شرایط نقض بود. اوای دولت در خدمت پدر و مادر حمایه ما که خدمت نکنیم پسرها یوشا خدمت نکنن پدر و مادر و وطن کی نگاه میکنن کی سر حد میستن. من 93 تمام کردم سرشار خدمت میکنم همین دعوت آمد خدمت میکنم جوانمرد باید با خودش خودش خدمت وطن مادرش ادا کنه بیاد. سال 2014 رفتم اسکی سال 2016 با وطن خود برگشتم خود سلامت رفتم پیش پدر و مادر برگشتم. شرایطش خوب بود بهترین خوب خوراک همه وقت سه وقت گرد جای خوبی گرد شوکوی نام بهترین همش. جوانمرد هست که میگریزه اومد نیست این برای وطن عزیز تاجیکستان باید هر یک شهروندی جوانمرد را خدمت کنه. خدمت خوبه میرن مرد میشن جوانمرد شده برمیگرده به وطن. نمیدونم نرفتگی ما سال 2013 در ولایت سوق در ناحیه بوجان غفور خدمت کردیم. مشکل کردیم یک خدمت نقض بود نبود کردیم 2015 ولی با دانشجوی خواندستیم. شرایط آنها باشه برای خدمت کردن نره تو مهیا شدن شرایط برای خدمت کنیم. وقتی که همه دعوت حکومتی که شد وقتی که اونای جیغ میزنن بهاری و با ترمباهی همه وقت پیشنهاد میکنم که تو رفته خدمت کن. خدمت برای وطن کردن شرف است. هر کسی که خدمت وطن میکند و با تو میابد بود چی میکند. شرایطی که زندگی خوب باشه و نه دودان باشه و دودارو باشه وقتی خدمت رفتن باشد وقت داشته باشه میتونیم برای مثال بتونیم در وقتی که مثال سن سال میرسه گریختن خوب نیست میتونیم خدمت رفتن باشه. شرایط خوبه وطن خودمونه یکم چیز نیست مثال خدمت ترمان است و فرض هر انسان پسران من 3 نفر بودن هر سه شهر میره خدمت کردگی همش در وطن حاضر خدمتی ساکلانه کرده ایستادن. نبیرها حاضر فقط خوردن اگر کمتر کلانتر شوند با خودم برای که 32 سال کار ارگان کرده برآمدن با همین خیلی را نیروی میکنم خدمتی وطن میکنم. باید هر یک جوان از پیش خودش رود باید که ما یعنی مکتب را خونده بود کردیم میتوانیم که با خدمت رویم اگر با استودن نتوانستیم شدیم میتوانیم که با خدمت رویم. یک فرد هر یک جوانمرد باید برای خدمت ادا کنم. خدمت پدر مادر حمایه از آنها کاری هر یک همین شهروندی تاجیک حمایه کردن. وای دانش خوبه بعد یعنی ختم دانشگاه شاید بریم خیلی جواب پران داد نمیتونم موزی بعد 4 سال 5 سال نمیدونم چی کار میشه. کافدرای عربی دارم من در خدمت در کار نیستم. کافدرای عربی در دانشگاه دارم. در مجبور اگر دانشگاه را تمام کنم میرم خدمت. اگر کافدرای عربی ندارم تمام. من فکر دارم که اگر شرایط نقض باشه خورد و خوراکشون ساز باشه رنگ سالهای پیش که میگن عذاب میدین و این نباشه اختیاران ما حاضرم میخوام که اختیاران فرزند ما را خدمت کنم. حاضرم میخوام واسه خیر فرزندای ما طلبه مکتب میان یک تا استودنت لیکن ما برای همه وقت تاکید میکنم که
خدمت مرد باید خدمت حربی کنه، حتما خدمت مادر وطن باید کنه.